سلام، آقای نامری اینجا. بازی جدید مارول اومده. بازی کامل 100 پی وی پیه، پلیر بیس پلیر، به صورت آنلاین بازی میکنیم با بازیکنهای دیگه. باید بجنگین، پیروز شین. مپ‌های مختلف داره، مودهای مختلف داره و خیلی بازی جذابیه. گیم پلی بازی رو قطعا میذاریم، ولی الان توی این ویدیو فقط میخوایم بریم هیروها رو بررسی کنیم، لولاشون رو ببینیم و بررسیشون کنیم. با ما همراه باشیم. خب تا بازی رو باز کنیم، بعد از لودینگاش صفحه اصلی بازی میاد که میتونید هم تراس پلی رو بزنین و وارد بازی شین. ما فعلا الان گیم پلی بازی رو کاری نداریم و میریم سراغ هیروهای بازی. 3 دسته هیرو داریم، مثل همه بازیهای دیگه که پی وی پی هستن. 3 دسته هیرو داریم. یه سری هیروها تانکن، دمیج خورن، اتک خورن، وا میسن جلو، دمیج ها رو میخورن، بقیه کارا رو انجام بدن. یه سری از کاراکترها، یه سری از هیروهای بازی هستن که دمیج سنگینی دارن ولی خب زیاد دمیج میخورن، و یه سری از کاراکترهای بازی هستن که شیلد میکنن، هیل میکنن، کارهای پروتکت و کارهای تیمی بیشتر انجام میدن. این 3 دسته هیرو رو داریم که اینجا میتونیم فیلترشون کنیم. ونگارد، دوئلیست، استراتژیست. دونه دونه بریم هیروها رو نگاه کنیم و لولاشون رو چک کنیم با هم دیگه. ونگارد همون دار دسته تانکاست. خب این بازی خوبی که داره اینه که اکثر هیروها رو یا خیلی خوب ما میشناسیم یا حداقل اسمشون رو شنیدیم، چون دنیای ماروله و خب دنیای مارول هم زیاد باهاش همیشه سر کار داشتن همه. این هیروهای تانکن، هیروهای ونگاردن که دمیج خورن، اچ پی زیادی دارن، جون زیادی دارن، طول میکشه تا بمیرن، وا میستن، اتک خوره تیم دشمن میشن. بریم دونه دونه ببینیم چه خبره. اولیش کاملا هممون میشناسیمش، هالک. ورود خوبی داشت. خب هالک 3 تا فیس داره توی بازی، کاری به این فعلا نداریم. ابیلیتیاشو بریم با هم دیگه نگاه کنیم. این اوتو اتک بازیه. اوتو اتکیه وقتی هالک رو برمیداریم، وقتی دکمه شیفت رو میزنیم میکوبه زمین، یه شیلد میندازه رو خودش و یاراش. دکمه ای جالبه، تقریبا استانه. پرشش، خب پرشش کاملا پرش هالکه و تنظیم کنین کجا میخواین بپرین، و یه قابلیتی که داره کسی که داره پرواز میکنه مثل آیرون من رو میتونه بیاره پایین. کلیک راست، خیلی هم عالی. پسیو این هیرو، درباره پسیو بعدن صحبت میکنم. سی، دکمه سی میتونه یکی رو بگیره و پرت کنه جایی که میخواد، یکی از یاراش. و تمام هیروهای لول که با دکمه کیوه دارن، همه هیروها دارنش که لول اصلیشون، آلتیمیتشونه به اصطلاح. واسه هالکو ببینیم. خب این دیگه میشه گنده تره و اینم آلتیمیتشه، داره نشون میده که تایمش چقدر. خب اچ پیش خیلی زیاد شده وقتی آلتیمیتشو زده. خب هیروی دوم کاپیتان امریکا. دیفیکالتیش، اینم همه رو هیرو رو بگیم دربارش. دیفیکالتیش 3 از 5، سختی بازی کردن این کاراکتر 3 از 5. ابیلیتی هاشو ببینیم. کلیک چپش، جذاب بود. شیفتش، اصولا همه هیروها شیفت برای حرکت بیشترشونه، حالا اصولا نه همشون. دکمه ای جذاب بود. دکمه اف شارژش احتمالا، دقیقا. اگر اسپیس بزنید، کلیک چپ کنید و کلیک راستش. شیلد خیلی هم عالی. و دکمه سی شارژ میشی به اصطلاح.
خیلی هم عالی. و دکمه کیوش آلتیمیتش. خب مثل شطور میدوه. حالا نمیدونم دمیج میده یا نه، حالا تو اینجا که چیزی نشونه. بریم هیروی بعدی. هیرویی که فکر کنم بیشترین چیزیه که تو این بازی بشه دکتر استرنج. دیفیکالتیش 2/5. کلیک چپش. عالیه. شیفتش. آها، باید شیفت این باعث میشه پرواز کنه. جالب بود. دکمه ای. برست دمیجه. آها، یه برست دمیجی که شارژ میگیره. افش. واو، بله، پورتال باز میکنه. مبدا مقصد میزنی. از این بر وارد میشی و خود یارات هم میتونن واردش بشن، حتی رقیبات هم میتونن واردش بشن. کلیک راستش. شیلد دکتر استرنج که قطعا تا یه حدی رو شیلد میکنه، تا یه حدی دمیج رو. این پسیوشه، یه مقدار دمیج داد، باعث شد که شیلد بگیره اگر اشتباه نکنم. خب درباره این بعدا صحبت میکنیم. و آلتیمیتش. جالب بود. اینو بیشتر تو بازی تست باید بشه تا آدم متوجه بشه چی به چیه. گروت، من عاشق این کاراکترم، اشتباهی بستمش. واقعا دوست دارم این کاراکتر رو من. درجه سختی 2/5. و بریم ابیلیتیاشو با هم ببینیم. کلیک چپش. جالبه. شیفتش این بنه. آها، این شیفتش شیلد دیوار میکاره به اصطلاح و باعث میشه که دمیج بیشتری هم بده. این واسه فرار کردن و گرفتن و این چیزاش نیست. دکمه ای. و باز هم دیوار میکاره. وی. اتکی با دستش نزدیکه. کلیک راستش. جالب بود. پسیوش وقتی دیوار میکاره باعث میشه که با ضربه هاش دمیج بیشتری بقیه بخورن. و آلتیمیتش اینو دیگه دیوار نکار تو رو خدا. او جذاب بود ولی خیلی سخته خوابوندن همچین لولی فکر میکنم. خب اینم از گروت. مگنتو میتونست تانک نباشه تو این بازی به نظر من. این ونگارد نباشه. به اصطلاح خود بازی دیگه صحبت کنیم. 2/5 درجه سختی. لولاشو بریم ببینیم. کلیک چپ. اوکی. شیفتش. آها، شیلد بریر میکاره جلوش. دکمه ای به یارش شیلد میده. آها این هم پروتکت هم تانک. جذاب میتونه باشه. اف. آها، اف خودش شیلد میده. کلیک راستش. دمیجیه. اوکی. پسیوش اسپیس رو اگر نگه داری آروم میاد پایین.
و آلتیمیتش. آلتیمیتش هم اون چیزی که میشد دربارش حد زد. جالب بود. پنی پارکر. اینم دوتا کاراکتر. او درجه سختیش 4 از 5. سخت بازی کردم با این کاراکتر. کلیک چپش. اوکی. شیفتش. اوکی. یه چیزی میندازه دمیج میده بهشون. دکمه ای مین میکاره. هر کی بره روش دمیج میخوره. دکمه اف. جالب بود. جالب بود. اوکی. اسپیسش اگر اسپیس رو نگه دارین عمودی از دیوار بالا میره. کلیک راستش. آها میتونه یه چیزی رو زمین بندازی که خودش رو هیل کنه، به رقیبا هم بزنی یه جوری استانتور میشه. چقدر کار کردش با یه کلیک راست. این بیشتر تو بازی باید تست بشه و آلتیمیتش. همینجور داره مین میریزه رو زمین. جالبه، بدی نبود. دیفیکالتیش هم 4 از 5 بود این هیرو دیگه. و طور تا دلتون بخواد تو بازی دیده میشه. دیفیکالتی 3 از 5. ابیلیتیاش کلیک چپش. اتک توری. شیفتش. شارژ میشه و آها وقتی همین کارو میکنه به شیلد میده. ای. اوکی. اف. اف جذابی داشت. قیافش نمیخورد همچین افی داشته باشه. کلیک راستش و پسیوش. پسیوش همین شیلدیه که روش میفته و آلتیمیتش. برو بالا با چکشت بکوب زمین. آفرین. مرسی. حدس میزدم. خب پدستور و ونو. خیلی این هیرو باید جذاب باشه بازی کردن باش. خیلی باید جذاب باشه و درجه سختیش 1 از 5. یعنی خیلی ساده است بازی کردن باید. کلیک معمولیش دمیجی هم میده. کلیک چپش یعنی دکمه شیفت. آها مخلوقی از اسپایدرمن. دکمه ای. آها ای رو که میزنه یه شیلدی رو خودش میفته. دکمه اف. اوکی جذاب بود. کلیک راستش. اوکی و پسیوش. میتونه کامل رو دیوار راه بره و حتی رو دیوار بدوه. و آلتیمیتش جذاب بود. آلتیمیتش خودش. اوکی و این هیروی ونگارد نه هیروی ونگارد تموم شد. بریم دوئلیستا. دوئلیستا ذره بیشترن. اینا هیروهایی که دمیج زیادی دارن، خیلی دمیج سنگینی دارن، لولای خیلی تاثیرگذاری دارن. ولی اگر بد بازی کنین باهاشون، تو تیررس باشین، شل بازی کنین، 2 تا میخورین، حتی یه دونه میخورین. ای راحت میتونن بمیرن. بریم از اولی بلک پنتر.
درجه سختی 4 از 5. هنوز 5 از 5 چی ندیدیم. این 4 از 5. کلیک چپش. اوکی. شیفتش. او 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 جذاب بود. برای یه شیفت خیلی جذاب بود. همین دیگه، این دوئلیستا خیلی میتونن جابجا شن با سرعت زیادی. دکمه ای. اسپیسش. اینم رو دیوار میدوه و دابل جامپ داره. اگر دوباره اسپیس بزنیم فکر میکنم دابل جامپ داره. کلیک راستش. اوکی. و پسیوش. آها، هرچی اچ پی تون کمتر باشه دمیج بیشتری میدین، وحشی تر میشه. جالب بود. و آلتیمیتش. یا خدا قشنگ بود. دقت کنین این دیفالت مثلا 300 اچ پیش، اون تانک هایی که داشتیم میدیم 600 خورده ای بودن. این تفاوتشونه. بلک ویدو قطعا من اینو زیاد بازی میکنم. دیفیکالتی 4 از 5. خب 2 تا راست کلیک داره. یکی اگر اتکر نزدیک زن دستت باشه، یعنی به صورت میلی درگیر شی، یه دونه تفنگشه. حالا اینکه چجوری اینا عوض میشن تو بازی میفهم. جالب بود. شیفتش باعث میشه توم بوده. پرش خوبی هم داره. دکمه ای. آها، واسه اینه که وقتی کسی چسبید بهت بتونی پرتش کنی یا خودت نزدیک شی به درگیری. کلیک راست. آها، زوم تفنگش حتمی زدم قطعمت داشته باشه و هدشاتش هم خیلی خوبه. و آلتیمیتش. هم اسلو کرد هم دمیج سنگین داد. خیلی هم عالی. هاوکی. خیلی من این کاراکتر رو دوست دارم. خیلی. من اکثرا تو بازی‌های این سبکی همیشه سعی میکنم یه کاراکتر تیرکمونی پیدا کنم که خب این دیگه میشناسیمش. 4 از 5. کلیک چپش. خوب دمیج میده ولی. آها، اگر کلیک چپ رو نگه دارین شارژ میشه و دمیج خیلی بالاتری میده. اگر تکاتون رو بزنیم به زمین این اتفاق میفته. جذابه. شیفت. اوکی، واسه اینه کسی نتونه بچسبه بهش. ای. جالب بود. کسی که پرواز میکنه، کاراکترهایی که پرواز میکنن رو میتونه بندازه زمین. این خیلی تاثیر داره تو بازی. دکمه وی. اوکی. اسپیسش. دابل جامپ داره. خیلی عالیه. واسه دیفیکالتی شده اون رفت بگیم 4 از 5. نمیدونم گفتم یا نه. بعد پسیوش. آها، پسیوش اگر روی کاراکتر باشید، روی کاراکتر شارژ کنید اتکرتون رو، دمیجش بالاتره. خیلی هم عالی. هلا. دیفیکالتیش باید بالا باشه. نه، 3 از 5. حالا همچی کم هم نیست. اتک دست چپه. کلیک چپش ببخشید. اوکی. دکمه شیفت. جذاب بود، هم برای خفت کردن هم برای اسکیپ. واقعا جذاب بود. دکمه ای. خیلی خوبه. خوراکت اینه که اینو بزنه، یه دوئلیست دیگه بیاد یه لول سنگین بخوابونه رو سر اینا. البته خودش هم ممکنه آلتیمیتش بدونه. کلیک راستش. اوکی.
جذاب بود. پسیوش 2 تا پسیو داره. اتک هایی که میزنه روشون میمونن و بعد میترکن. فکر میکنم درست متوجه شدم، مطمئن نیستم. و پسیو بعدیش اگر اسپیس رو نگه داری آروم میاد پایین. آلتیمیتش که خیلی دوست دارم ببینم چیه. یا خدا، یا خدا. یا اول فصل خیلی آلتیمیتش چیز خفنی بود. خیلی چیز خفنیه. شما فکر کن ای رو بزنی بچسبونی، آلتیمیت رو بزنی تق تق، 3 تا رو میندازی زمین و 3 تا رو میکشی. خیلی خوب بود. آیرون فیست مش آهنی دلغک بازی زیاد داشت. او درجه سختیش 4 از 5. کلیک چپش 2 تا دوباره 2 نوعه. اوکی. خب هرچی میزنه داره شیلد میگیره. دقیقا این رویی که انقدر نزدیک باید بشه بزنه، این فکر واسه شده که هرچی دمیج میده شیلد میگیره. اون یکی کلیک چپش بروسلیه، کاملا یه بروسلیه به تمام معنا میشه. شیفت جذابه واقعا، اینم هیرو خوبیه. دکمه ای هیل میکنه خودشو به اضافه یه شیلد. خیلی خوبه. اسپیسش 4 تا جامپ داره یا 3 تا جامپ داره. خوبه. کلیک راستش کلیک راستش باعث میشه وقتی بزنین اون یکی کلیک چپ فعال بشه. پسیوش رو دیوار میدوه، ازش برمیومد. اون یکی پسیوش اینه که پرت میکنه عقب. و آلتیمیتش یا خدا جالب بود. اوکی، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه تو بازی. آیرون من خیلی منتظر بودم برسیم به آیرون من ببینیم لولش چجوریه. دیفیکالتی 2 از 5. خوبه، راحت میشه بازیش کرد. کلیک چپش خوب بود، واسه کلیک چپ خیلی خوب بود. کلیک راستش او عجب هیرویه. شیفتش یا خدا خوبه والا، خوبه والا. کامل پرواز کرد. دکمه ای یا خدا چیز خوبیه. دکمه افش ای بابا چقدر کار میتونی بکنی، چقدر کار میشه توش کرد. و آلتیمیتش خدا به خیر کن. واو این خیلی آیرون من خوبه. با به نسبت اینکه درجه سختیش 2 از 5 خیلی کار میشه باش کرد. خیلی ماجیک نمیشناسم این کاراکتر رو من اصلا. درجه سختی 3 از 5. 2 تا قیافه هم داره. یا خودش خوشگل میشه. خب کلیک چپ، این کلیک چپشه. اگه روی این استایل باشیم اوکی. شیفتش جالب میتونه باشه. ای اوکی. کلیک چپ دوباره.
کلیک راستش tak باز کلیک راستش اینا فکر کنم توی کمبو زدن با شیفتشه پسیوش ای بابا اوکی آلتیمیتش احتمالا میزنیم و تبدیل میشیم به این یکی موجوده درسته حالا این اتکش وحشی بازی که اول دیدیم اوکی شیفتش باشه دیگه بقیش همون کلیک راستش احتمال دوباره شارژ میکنه اتک رو پرت میکنه آره دیگه دمیجش بالاتر خیلی هم عالی دیفیکالتی 3 از 5 مون نایت کارکتر جزایی میتونه باشه 3 از 5 درجه سختیش اتک معمولیش یا خدا خوبه شیفتش خوشگله ای اوکی اف آها وی ولی نبود اسپیسش دابل جامپ داره و کلیک راستش خوبه این تعداد لولاش بالاست بستگی داره هر هیرویی یه سری مثلا بعضی هیروها 2-3 تا لول دارن بعضی هیروها خیلی لولاشون زیاده که خب درجه سختیشون هم به نسبت میره بالاتر دیگه و کیوش آلتیمیتش یا خدا هیرو جذابی بود خوشم اومد نمور این آکوامن دیسی ها سا خداییش درجه سختی 2 از 5 ابیلیتی ها کلیک راستش خوب میزنه شیفتش شیلده برای خودش دکمه ای اختاپوسی بیرون میاد و اتک میده اوکی اسپیس رو نگهداری بال میزنه پاش کلیک راستش اختاپوس میاد بیرون آها اوکی به اون که کلیک راست بزنی اختاپوسه دمیج سریعتر و بیشتری میده و آلتیمیتش جذاب بد باشه خوب بود سایلاک یا خدا درجه سختی 5 از 5 اولین هیرویی که تو بازی رسیدیم و درجه سختیش 5 از 5 خب بریم ابیلیتیاشو ببینیم کم هم هست ابیلیتیاش کلیک چپشه هنو کلیک چپشیم بچه ها همه این کارا رو که کرد شیفتش آها میپره حتی اونا هم رد چه دمیج میخورن اوکی ای غیب میشه سرعتش هم میره بالا کلیک راستش آها اگر کلیک راست بزنی به این بعد که به این دمیج بدیم اونم دمیج میخوره جذاب بود همین سخته دیگه آلتیمیتش واو 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 خیلی جذاب بود ولی اینکه دیفیکالتیش 5 از 5 یه ذره عجیب بود برام ولی یه بحثی هم هست بیس اچ پیش از همه کسایی که تا دیدیم پایین تره چرا چون احتمالا دمیج خیلی سنگینی داره جالب بود اسکارلت ویچ
درجه سختی 1/5. اصلا حدس نمی‌زدم اسم میکردم سخت باشه. اتک معمولیش اوکی. شیفت جالب بود، هر جا بخواد میتونه بره تا یه تایمی. ای فکر کنم مجبور از تو خارج شه. نه اگر از اون تو خارج شه دمیج میخوره. اسپیس ها نگهداری آروم میاد پایین. کلیک راست. شارژ داره، بعد شارژش کنی احتمالاً با کلیک چپ هم میتونی اینجوری دمیج دست جمعی بدی. و التیمیتش قشنگ و جذاب بود ولی خیلی طول میکشید، سخت احتمالا یه ذره خوابوندنش احتمالا. حالا نمیدونم. بله به تشویق کنین اسپایدرمن. او پیتر پارکر رو داریم که با درجه سختی 5/5. عجیبه اسپایدرمن 5/5. جا خدا تعداد لول ها رو. خب این کلیک چپش، حالا کلیک راستش. اینم شارژ داره. شیفت اسپایدرمن میشه. ای او اوکی. اف افش جالب بود. اسپیس دوتا جامپ میزنه. اینا پسیوه. او اگر نزدیک رقیب بشه میفهمه. جالبه. خب اینم که میتونه رو دیوار راه بره دیگه، اسپایدرمن دیگه، این نتونه کی بتونه. التیمیتش یا خدا به دوئلیست دمیج شدید میده. تانکارم میتونه تا نصف اچ پی حداقل بیاره. خب این جذابه، خیلی هیرو جذابیه و واقعا هم سخت بود. واقعا این سخت بود. اسکویرل گل، نمیدونم درست تلفظش میکنم یا نه چون نمیشناسمش هم اصلا. اگر حالا تو تلفظم جای اشتباه دارم میگم دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. 1/5 درجه سختی. ابیلیتیاش کلیک شب خفن بود. شیفت اوکی میپره. ای نفهمیدم چی شد. کلیک راستش فندق پرت میکنه. ای هم فندق پرت میکرد. نمیدونم، از که تو بازی بعدم ببینه. التیمیتش یا خدا این چه سمیه. اینا هی به دیوار میخورن و هستن تا یه جا خارج شن، چون یه فضا بسته بزنی همه رو احتمالا میکشه. dealing damage by bouncing against the structure. آره یه فضا بسته بزنی همه رو میکشه. جالب بود. استالورد 2/5 درجه سختی حدس میشد زد. اتک معمولیش تیر بزن سریع. دقیقا. شیفتش جت پک زیر پاش فعال میشه. خوبه. دکمه ای این کلیک راستش. آها ریلود میکنه. دقیقا مثل یه هیرو تو اوورواچ، اسمشو یادم نمیاد. عجیبه اسمشو یادم هست. اوکی التیمیتش
اوکی جالب بود، بدی نبود کلا. استارلورد و استورم به نظرم باید خیلی خوب باشه این کاراکتر. درش سختی 3/5. اتک معمولیش رد میشه اتکاش. شیفتش اینم پرواز میکنه کلا. آها شیفت که بزنی دورت با اون تون دایره‌ای که تو هستی، تون دایره‌ای که داره تصویر نشون میده، آب و هوا رو عوض میکنی. اگر برقی باشه دمیج خودت و یارات زیاد میشه. اگر طوفانی باشه سرعتتون زیاد میشه. جالبه، خیلی جالب بود لولش. دکمه ای اوکی کلیک راستش جالب بود. آلتیمیتش مطمئنم خفنه. نگفتم. واقعا علم غیب بودید. نگاه کن یه بار دیگه ببینیمش. واقعا جذاب. تو بازی هم خیلی اذیت میکنه وقتی این آلتیمیت رو بزنه. خیلی هیرو خوبی بود، خوشم اومد واقعا ازش. پانیشر بله، درجه سختی 1/5 میشد حد زد. کلیک چپش اوکی. اون یکی کلیک چپش اینه که دوتان با 1 و 2 انگار عوض میشه. آها آره با دکمه 1 و 2 فکر میکنم عوض. شاتگان میشه تفنگش، اون رایفل این شاتگان. اوکی شیفتش جالب بود، بدی نبود. رو مخ بود یه ذره، ولی این پانیشر جوری یه ذره دور بعد با سر درگیری. بسم الله الرحمن الرحیم. دکمه ای این میتونست آلتیمیتش هم باشه این واقعا. کلیک راستش خوب بود، خوب بود. پسیوش آها اگر شخص دیده بود بره پشت دیوار تا یه چند لحظه چند ثانیه میتونه ببیندش. آلتیمیتش Judge, jury, executioner. یا خدا یا خدا خوب بود واقعا. اون 1/5 بود. ولی وینتر سورجر حدس میزنم سخت باشه، درجه سختش بالا باشه. 3/5 خوشگله شد. کلیک چپش شیفتش خوبه. ای اوکی احتمالا با یه بافی روش میفته، یه دیبافی روش میفته. حالا فعلا نمیخونیم، وقت گرفته بشه. کلیک راستش جالب بود واسه یه کلیک راست. پسیوش و شارژ از پسیوش و آلتیمیتش او اگر تو آلتیمیتت کیل بگیری آلتیمیت دوباره حاضر میشه. این خیلی خوبه. این واسه کسی که میدونه داره چی کار میکنه تو بازی، واقعا بازی و بلده، خیلی خوبه. چون میتونه کامل یه درگیری خیلی شدید برگردونه با این حرکت. خیلی شدید تو بازی مختلف. خب اینو خیلی تست کردم من. حالا تو این نه. وولورین چقدر
کیکلیه حالا اوکی، ولی دیگه انقدرم چه کفشاییه. 3 از 5. اتک معمولیش کلیک چپش. اوکی شیفتش. یه شیفت زیاد بود. ای دکمه ای. باعث میشه کمتر دامج بخوری. کلیک راست. اوکی پسیوش این چیه؟ دمیج که میخوره آها وقتی میمیره یه جورایی شیلد برمیگرده واسش و دوباره اچویش برمیگرده. این پسیو بعدیشه که نفهمیدم چیه. آها بیشتر دمیج میدی، برسرک میشی اگه آره وقتی دمیج میخوری بیشتر دمیج میدی. و آلتیمیتش خدا بخیر کنه. جالب بود. اوکی خب دوئلیست هم تموم شد. بریم سراغ استراتژیستا. خب اینا هم کمه، خیلی تعدادشون زیاد نیست. آدم والاک درجه سختی 3 از 5. خب اینا گفتیم اینا گفتیم هیروهایی هن که استراتژیستا بیشتر واسه تیم کار میکنن، باعث میشن که اعضای تیمشون زنده بمونن، باعث میشن که درگیری ها طولانی تر بشه و خب واقعا خیلی کلیدی هن. اگر توی تیم نباشن استراتژیستا امکان نداره بشه بازی کرد. قطعا تیم سر درگیری سر چند ثانیه همه تو درگیری میمیرن اگه استراتژیستا نباشن. بریم ابیلیتیشو ببینیم. اتک چپش اوکی. شیفتش. خب این خودش و یاراش رو یه بریری میندازه دورشون که هی هیل میشن، هی خورد هیل میشن. فکر میکنم البته این بود. دکمه ای. او دیدی دقیقا هم حرفی که زدم. یارش رو با دکمه ای تارگت میکنه، به اون یکی یارش هم هیل داره میخوره، یعنی جفتشون دارن هیل میشن. خیلی جذابن این هیروها. کلیک راستش شارژ میکنه. اوکی پسیوش وقتی بمیره زنده میشه. بعد روح تو میتونی تکون بدی. اینش جذابه که وقتی بمیری میتونی روح تو بکشونی عقب دوباره زنده شی و فلان. آلتیمیتش یارش مرد. واو این خیلی دیگه این هیرو خوبه. یارش مرد برش گردوند و چون هنوز این بود یه یار دیگه‌ش هم مرد اونم برگشت. جذاب بود. درجه سختی 3 از 5. کلاکندگر درجه سختی 3 از 5. ابیلیتی ها کلیک چپش. این کلیک چپش کلن هیله، کلهم هیل میکنه. اصلا این هیچ کلن داره هیل میکنه. شیفتش تبدیل به این موجوده میشه. حالا این بعدا میریم ببینیم موجوده چیکار میکنه. ای اون شیلده بود که توشون رد کرد باعث میشه بعدش اتکاش هم بیشتر هیل کنم فکر میکنم. کلیک راست این خیلی دیگه در اختیار تیم، خیلی خوبه. کلیک راستش ای بابا واقعا مثلا فکر کن یه تانک باشی حالا یا یه دوئلیست باشی یه همچین کاراکتری پشتت همش داره ساپورتت میکنه، مثلا امکان نداره بیفتی، امکان نداره بمیری.
واقعا ساپورت ها تو بازی ها خیلی مهمن، خیلی کلیدی هن. آلتیمیتش خدا به خیر کنه. توی تمام این مسیرهایی که رفته یاراش هیل شدن، رقیباش دمیج خوردن. خیلی جذابه، خیلی هیرو جذابی. حالا اگر تبدیل به این بشه کلیک چپ کنه، آها دیگه اینجا دمیج میدی دیگه. خوبم دمیج میده. شیفت بزنی دوباره تبدیل میشه احتمالا. آره اوکی. ای که بزنی شیلد رو پرت میکنه، دمیج میده، این دفعه دیگه هیل نمی. خیلی هیرو جذابیه. کلیک راست. آها این دوباره آره تیمه. نفهمیدم چی شد. آها باعث میشه اون تایمی که این داره میچرخه اونو دمیج نخورن، انگار زمان وامیسته براشون. آلتیمیتش فکر کنم قطعا یکیه دیگه. آره آلتیمیتش نمیگه. خیلی هیرو جذابی بود، خوشم اومد. جف دلنشارک در سختی 1 از 5. قیافه خوبی داره. خب کلیک چپش. یا خدا هیل شدید خطیه ولی فکر میکنم هیلش. کلیک راستش دمش لولاش هم مثل قیافه کاراکترش مسخره است. شیفتش میره تو زمین، خودش هیل میشه و همه جا هم رد میشه. اوه خیلی این جذاب. دکمه ای. آها آها بابل هیل میندازه. جالبه. پسیوش آها یه جای بعد اون نمیتونه دمیجت بده. التیمیتش میاد تو زمین همه رو میخوره، هر کی تو اون رنجش باشه. یاراش هیل میشن میان بیرون، رقیباش دمیج میخورن میان بیرون. جذاب بود. 1 از 5 هم بود درجه سختیش، خیلی خوب بود. لوکی دوست داشتنی. درجه سختی 4 از 5. ابیلیتیا کلیک چپش. خب اینم هیل میکنه. آره اینم کامل داره هیل میکنه. شیفتش چه شلوغه. هیل میندازه رو زمین دیگه، بسم الله هر کی توش باشه هیل میشه. ای از خودش ایلوژن میسازه، یه دونه از خودش میسازه اونور. خب جالبه. میتونه کسته لوکیه، یعنی اون میتونه کست کنه لولای اونو، یعنی وقتی رنجت نمیرسه فکر میکنم اگه این باشه خیلی خوب خفنه. دکمه F. میتونی سواب کنی به اون ایلوژنه، جاتو عوض کنیم. دکمه V. اوکی کلیک راستش. بنیش میشه، یه ایلوژن از خودش به جا میذاره. الان اینجا احتمالا F هم بزنه میتونه برگرده تو اون، اگر نزنه میتونه همینجا بمونه. خیلی خوش آمد لوکیا. البته التیمیتش هم ببینیم. خیلی جذاب بود. الان هیروهایی که جلومون بودن واسه تمرین جلومون را بودن پانیشر بودن، این تبدیل شد به اون و آلتیمیت اونو زد. یعنی به آلتیمیت هر کسی تو بازی بخوای میتونی تبدیل شی. خیلی خفن بود، خیلی خفن بود. لونا اسنو
یا من نمیشناسم این کاراکتر رو. در سخت 2 از 5. کلیک چپش. خب چقدر شدید هیلی که میکنه. خب اوکی شیفت. او وقتی شیفت میزنه اتکش هست یارش رد میشه میخوره به رقیبش، یارش شیل میشه رقیبش دمیج میخوره. دکمه ای. دو نفر میتونه همزمان با هم هیل کنه. کلیک راستش. فریز میکنه و نمیتونه هیلش زیاد شه اون شخص. فکر میکنم پسیوش 2 تا پسیو داره. چقدر خفنه. اون یکی پسیوش خیلی راست. آها اتوماتیکلی اچ پی زیاد میشه تا یه حدی. آلتیمیتش این چه سمیه. آها تو این یارات احتمالا هیل میشن و احتمالا رقیبات دمیج میخورن. جذابه. اوکی مانتیس هر سختی 1 از 5 خوبه. این مثلا ساپورتیه که اکثرا میتونن بازی کنن. خب کلیک چپش دمیج عادی. اوکی شیفتش فکر میکنم میندازه و فریز میکنه، اسلیپ میکنه رقیبشو. دکمه ای به یارش باف میده دمیجش بیشتر میشه. دکمه اف باعث میشه دمیج خودش اف زیاد شه. کلیک راستش خود یارشو هیل میکنه. کلیک راستش بعد یه بافی میندازه روش که هی اچ پیش زیاد میشه. پسیوش حالا ببینیم. ریسیو موومنت وقتی نفهمیدم راستیتش اگر بخواین. آلتیمیتش او یه هیل شدیدی خودش و یاراشو میکنه تو تایم آلتیمیتش و شیلد هم میگیره. راکت دراکون عجیبه که این کاراکتر ساپورته، یعنی حالا ساپورت یعنی جزء استراتژیست هست. هر سختی 1 از 5. شب یا خدا دمیج میده. کلیک راست یه هیل شدید و خوبی به نظر میده. اوکی شیفتش جت پک احتمالا آره. دکمه ای اگر اینو بندازی قبل از مردن یاره تا بمیره زنده میشه. خب یه ذره رفلکسیه سکانس دیگه. پسیوش رو دیوار میپره. اسپیس رو نگه داری آروم میاد پایین. و آلتیمیتش یه دمیج بوست شدیدی به خودت و یارات میده تو این ایوئی، تو این رنجی که این هست. خیلی هم عالی بود. پس شد 3 تا دسته. ونگارد، دوئلیست، استراتژیست. ونگارد تانکا کسایی که دمیج خورن، دوئلیست کسایی که قرار خیلی دمیج بدن و استراتژیست اونایی که کمک میکنن تیم زنده بمونه.
و بهشون بافایی میدن که قوی تر بشن. این از همه هیروهای این بازی بود. یه نکته دیگه آخرش بگم تا یادم نرفته، یه بخشی داریم به نام تیم آپ، حتما بهش دقت کنید. توی پلی توی هیروز، اینجا ما هیروز داشتیم نگاه میکردیم، توی تیم آپ اینا هیروهایی هن که وقتی با هم دیگه یار باشند یه باف اضافه تیمشون میگیره. این خیلی توی این بازی مهمه، توی مثلا بازی کردن رنگش و به صورت حرفه‌ای وقتی بخوای بازی کنی یه ذره این قضیه خیلی مهمه. مثلا تو لوکی چی بود اسم یکی یادم نیست، اینا با هم باشن یه باف اضافه میگیرن، همینطور این دوتا و الی آخر. به این قضیه دقت کنید، یعنی باف اضافه ای دارن. به این قضیه دقت کنید اگر خواستین هیروی پیک کنین. و توی بازی هم میشه وقتی دارین هیرو رو پیک میکنین به یاروتون پیشنهاد بدین من اینم، تو هم برای اینکه باف بیفته رومون اینو بردار. اینو میتونین پیشنهاد بدین بهشون. این نکته هم گفتم بگم که حالا این تو هر کدوم هیروها برین یه پسیو آخری داره که اون پسیو آخر همشون همینه، که همین این چیزی که گفتم آخر توضیح میدم. مرسی که تا انتهای ویدیو با من بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی دیگر بدرود.